مادران جوانی که روز 31 اکتبر تولد کردند صاحب سرتیفیکات و تحفه گردیدند. این اقدام از جانب تشکیلات امانتی قرضه خرد ایمان پیشنهاد گردید. با مناسبت روز عمومی جهانی امانت یا خودپسنداز، تشکیلات امانتی قرضه خرد ایمان به 10 نفر از مادران جوان سرتیفیکات و برای پسنداز نمودن مبلغ به نام فرزند نوی تولد کردهشان تقدیم نمود. مسئولین تشکیلات مادران را به مناسبت روز عمومی جهانی امانت تبریک نموده، همچنین عاید افضلیت‌های پسنداز و آنها معلومات دادند. اکنون میتوانند مادران به نام فرزندان خود پسنداز گشاید. پسنداز گشاده آنها تا 18 سالگی فرزندان مبلغ به مقدار معین جمع می شود. مبلغ پسنداز نموده را فرزندان آنها میتوانند بعد از 18 سالگی گرفته برای تحصیل یا دیگر احتیاجات صرف نمایند. مثلا سن 31 اکتبر روز عمومی جهانی امانت یا پسنداز در تمام جهان تجدید کرده می شود. مقصد تشکیل این اقدام مذکور برای جلب بیشتر مزاجان به این تشکیلات قرضی و بلند برداشتن سواد مالیوی آنها می باشد. سالهای گذشته این اقدام تنها در شهرهای کلان گذرانده میشد و این سال باشد بجز از شهر خوجند یکچند ناحیه‌ها را نیز در بر میگیرد. هدف چاره‌بینی این وسعت بخشیدن به جمع‌کنی پسندازها برای آینده خوب کودکان و تشکیل و بهتر نمودن فرهنگ جمع‌کنی پسنداز در بین اهالی و اینچنین بلند نمودن سوادناکی مالیوی میباشد که به واسطه از استراتژی اجتماعی تشکیلات برمیآید. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.